عبدالحسین زرین‌کوب رو همه میشناسند و کتاب دو قرن سکوت او رو همه خواندن. حالا اجازه بفرمید من چند جمله از کتاب این فرد برای شما بخوانم. این فرد در جایی از کتاب خودش می نویسد، بخوانید، برگ 75 دو قرن سکوت عبدالحسین زرین‌کوب رو می نویسد: پیروزی اسلام در مجوس ضرورت داشت و اجتناب ناپذیر نبود. و ادامه میده، می نویسه: و در واقع فتح نبرد نهاوند پیروزی قطعی ایمان و عدالت بر ظلم و فساد. ادامه میده در برگ 72 همین کتاب می نویسه: مردم از دور فرمان روایان و فساد روحانیون به سطوح آمده بودن به پیشواز اسلام رفتن. عبدالحسین زرین‌کوبی که از روشنگران نامی ما در تاریخ ما مشهور شده است، هیچ کس در اثر این نمیخوانه که یزید ابن محمد زمانی که به گرگان حمله کرد، مردم گرگان اینها در کوهستان ها سنگر گرفتن و اراذل اوباشی که همراه یزید ابن محمد وارد گرگان شده بودن، اینها رو سنگباران کردن و جمع زیادی از اینها رو کشتن. و یزید ابن محمد سوگند خورد، گفت زمانی که من به این شهر مسلط بشم اونقدر از مردم این شهر خواهم کشت تا با خون اونها آسیابی را گردش در بیاورم، با گردش چرخهای اون آسیاب من گندم آرد کنم، از اون گندم نان بپزم و از اون نان تناول بکنم تا در برابر مقاومتی که مردم ایران کردن من بتونم احساس آرامش بکنم. عبدالحسین زرین‌کوب این مطلب رو ننوشت، کسروی هم ننوشت، میرزاخان کرمانی هم ننوشت و این رو من برای مثال عرض کردم. هیچ یک از روشنگران ما به ما نگفتند که این اسلام شمع آور خرافاتی و این قاضی های بی فرهنگ و نشان با سرزمین و ملت و کشور ما چه کردند.